یکتاپرستی و تسلیم شدن در برابر حق روی بیاور. این فطرتی الهی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده است و آفرینش خدا تبدیل نگردد. این دین پابرجاست، هرچند اکثر مردم از آن بیخبرند. به سوی او بازگردید و حرمتش نگه دارید و نماز به جا آورید و از مشرکان نباشید. از آنها نباشید که دینشان را فرقه فرقه کردند و خود به دسته‌های مختلف تقسیم شدند. بدانید هر گروهی به آنچه نزدشان است دلخوش کردند. هنگامی که به انسانها آسیبی رسد به زاری خدایشان را می‌خوانند و به سوی او باز می‌گردند و وقتی خدا رحمت خود را به آنها می‌چشاند گروهی از آنان را می‌بینی که باز به پروردگارشان شرک می‌ورزند. بگذار نعمت